جان چرا آهنگم قطع نشد؟ آپدیت جدید داده. آهنگ داری گوش میدی میتونی ویدیو بگیری؟ ریلی؟ خب من تا وسایل رو جمع میکنم اینم برای شما توضیح بدم که چی به چی. خب من تیر ماه که اومدم ایران گفتم تیکتم رو زود بخرم که هم پر نشه هم گرون نشه، چون پرواز باکو کلا 2 روز در هفته است. یه دونه آزاد جمعه ها، دوشنبه ها ایران ایر. اون موقعی که من خریدم پرواز جمعه ها هنوز باز نشده بود. بعد پرواز دوشنبه بود که من گفتم دیره دیگه، چون دوشنبه دانشگاه شروع میشه و الکی یه روز غیبت میخورم، بعد بین ترم اگه مسافرتی پیش بیاد یا مجبور بشم برم ایران دیگه یه هفته کامل رو نمیتونم غیبت کنم. واسه همین مجبور شدم پروازم ترانزیت بگیرم از آنکارا. بعد اول پروازم رو 14 سپتامبر گرفتم که 14 بود؟ آره شنبه بود که گفتم یک شنبه برم استراحت میکنم و از دوشنبه میرم دانشگاه. بعد 2 هفته پیش برام ایمیل اومد که عزیز دلم پرواز شما کنسله. چرا؟ گفت من دیگه پرواز نیمه شب انجام نمیدیم، نصف شب. پروازم 4 صبح بود و تا 6 صبح دیگه پروازی انجام نمیشه. خب خیلی هم عالی. شما میتونید ایمیلی که زده بود بین 7 روز قبل تا 30 روز بعد یه روز انتخاب کنید. خب من واسه بعدش دیگه هیچ جایی نداشتم، یعنی غیبت رو میخوردم. بعد پروازم غیر مستقیم. قبلش رو انتخاب کردم شد 12 با 24 ساعت توقف توی آنکارا. شونه آوردن مثلا. بارسمو داده بودم تو بار، دیشب دوش گرفتم، موام خیلی بدجور بود دیگه، رفتم پایین گفتم که بارسه، گفت نه ولی شونه داریم. بعد من رسیدم آنکارا، شنیده بودم که ترکیش واسه توقف‌های بالای مثلا 6-7 ساعت هتل میده، پروازایی که کانکته. بعد رفتم گیشه آجت گفتم که ببخشید من 24 ساعت ترانزیتم، هتل میتونم برم؟ گفت چک میکنیم خدمتتون اطلاع میدیم. گفتش که بله شما میتونید که از هتل استفاده کنید، الان خودمونم میبریمتون، خودمونم میاریمتون. اومدم اتاقمو تحویل گرفتم، رفتم تو شهر. خب من وسایلم رو جمع کردم، البته همش مال من نیست، اینو مال اون خانومیه که با هم دیروز رفتیم شهر گشتیم و بهش اتاق ندادن. این 2 تا کوله مال منه، اتاقم بهتون نشون بدم. خب من رسیدم فرودگاه، همچنان موام اینجوریه. بعد وسایل دوستم رو دادم بهش. چقدر وسیله جا گذاشتم ایران، یعنی الان یکی یکی داره یادم میاد.
کل قلش. و تمام. میبینمتون.